سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز. انشالله که جور صحتمند باشین و عید را پیشا پیش بدشیم مبارک میگیم. یک روز من داده اید دوستای نهایت عزیز و عزیزای بیننده ما در هر گوشه و کنار این جهان باشین. انشالله در کنار خانواده ایتان شاد پیروز موفق باشین. بنده صداقت رحمت الله صداقت که مسئول چینل یوتیوبی صنایع دستی صداقت و شما یک خواهش دارم که انشالله که ما را حمایت کنید. یک چند نمونه سیت نقره بسیار قشنگ که بردشیم انشالله ما در تصویر میلم شما سهل کن. عزیزای بیننده که خوش باید یا سفارش داشته باشه ما بلدشی در هر گوشه و کناری که باشه ما بلدش ارسال یا چی بیتیم. یک سیت نقره بسیار ظریف کوچیک که واقعا از هر لحاظ بگی ظریفه برای کسایی که یک توفه بگیره، برای عزیزای خود، برای کسایی که از راه دور توفه بگیره بلدشی. این سیت بهترین سیته، ظریفترین سیت و قشنگترین سیت، وزنش کم، قیمتش مناسبه دوستا. دیگه از این بهتر نمیشه. مجهزه خلاصه، دستبند داره، گوشواره داره، پیکای داره، انگشتر هم داره. البته این یک سیتی قشنگی برای کسایی که واقعا توفه بگیره یا مثلا یک دوست را خوشحال کنه. یه وضع سیت بود. یک سیت دیگه دارم دوستای عزیز که بندهش هم در تصویر میمانم انشالله. یک سیت خیلی مقبوله دوستای عزیز، خیلی مقبوله، خیلی قشنگه. خوش ما تصویر زیر رنگ برود رو کمک روشن کنم. عزیزای بیننده این سیت ما کسته وزنش نسبتا خوب است، کلانه، از هر لحاظ بگی کامله. خیلی تمیز سیت است، سیت ظریفه، سیت مکمل مجهز، بسیار یک سیت قشنگ خلاصه. کسایی که عزیزایی که همچین سیتی لازم داشته باشه سیتی هسته که باز ما در آخر تصویر بلدش میچندنه، از نزدیک بلدش میچندنه تصویرش میمانه. دوستای عزیز این سیت هم خیلی مجهزه، گوشواره داره، دستبند داره، لاکت مجهز، لاکت خیلی ظریف، خیلی قشنگه، پیکای داره. دوستای یک سیتی دیگه که بلدش میده تصویر کندم انشالله که از ما سفارش بگیرین. بلدشیم در هر گوشه و کنار جهان که باشین بلدشیم ارسال منیم و در منزلشیم بلدشیم تحویل میدیم. دوستای عزیز یک سیتی دیگه داریم، یک سیتی نسبتا وزنش از همهش بالاتره، قشنگتره، زیباتره. خلاصه برای کسایی که خیلی حساسن این سیت واقعا سیت یکی هر آدمی که باشه قبول میکنه، خوش میاد. سیت یک ذره عیبی یا یک چیزی نداره. میگه این هم مجهز ای سیتی. سیتی هست که گوشواره داره، پیکای داره، دستبند داره، انگشتر هم داره که انگشتر خیلی ظریف خاصه که ما درشون بودیشم با تصویر میریم. انشالله که شما سیل کنید، خوش باید و پسند کنید دیگه دوستا. سفارش بگین. برای سفارش از این محصولات از ما میتونید در شماره واتساپ ما پیام بانید. ما هر قیمتش، وزنش بلدشیم در هر گوشه و کناری که باشین بلدشیم وزنش چرا، قیمت چرا. بس سیت خجیری خوش داشته باشه. سیت خجیری دیگه خیلی قشنگ و ظریفه که کاملا دست نقشه. کاملا عزیزایی که در اینجا زحمت میکشه اینا رو جور میکنه خیلی به ظرافت تمیزی دیگه از هر لحاظ سیت من کامله. دوستا گوشواره داره، دستبند داره، پیکای داره، لاکیتی دولاره خیلی قشنگه، ظریفه که ما بلدشیم در تصویرشی از نزدیک صاف شفاف همهش یک دفعه از نو بلدشیم تصویرشی میلون. شما سعی کنید بیننده باشین دوستای عزیز. بله عزیزای دلی همون سیتی بود که قجری بسیار از دور نمایش نداشت، اما از نزدیک بلدشیم تصویرش را، یعنی تصویرش یک خیلی قشنگ و واضح بلدشیم
معلوم میشه. این پیکایشه، یه مو لاکتش هست که دلار داره کامل مجهز. این دست بندشه دیگه. گوشوارش دوستای عزیز، اینا کسته کاملا شیپای جدیده که طراحی در دوستای ما، عزیزای ما، کسایی که اینا رو کاملا با دیست نقش بندی ده اینا را ما دانه دانه بلدشم تا تصویر ماندم. انشالله که خوششم باید سفارش بگیرین از ما. این هم سیت بعدی ما دوستا، پیکایشه و این هم لاکتشه. دلار خیلی قشنگ نزدیک تصویر دور بود، این دفعه تصویر نزدیک شده شد. گوشوارشه، دستبندش، خلاصه خیلی کامل سیت دیگه. سیت قشنگ معقوله. اینا نو آمده دوستای عزیز، کاملا شیپ تیپ جدیده. و یه من گرشترش دوستای عزیز. زیادتر می سیتا کش کده دوستا، یا می سیتا زیادتر مردم خوش منه. بهترین سیتای سفیده که کاملا طرح و دیزاینش جدیده، خیلی قشنگه. گوشوارش دوستای عزیز، و اینم دستبندشه. واقعا قشنگ است، خوب سیه. امی سیت واقعا کسی که بعضی اینا خیلی اساسن در جنس، خیلی اساسه، خیلی یک چیزای خیلی انتیک دنبالش میباشه، دنبال انتیک چیزا میگرده. یعنی می سیت خیلی انتیکه، هم وزنش خوبه، هم قیمتش خوبه، از همه چیز کم کسری نداره. پیکای، گوشواره، انگشتر، این انگشترش دوستا کامل شیپش جدیده دیگه. دوستای عزیز، این همون سیت ظریف، همون قشنگ، همون که برای کسایی که از راه دور برای کسی توفه بگیره، وزنش کمه، بسیار میتر انتیک سیت مجهزه، چیزی هم کم نداره. گوشواره، پیکای، لاکت، خلاصه دستبند و این من انگشترش، چیزی متفاوت قشنگه. و یک عزیزی از ما خواسته بود که انگشترهای انگشترهای فیروزه خوب انتیک شما در راه انشالله بردش دانه در تصویر میدم. فیروزه های قشنگ انشالله که ما رو دنبال کنیم. ما کوشش نم اول از صنایع دستی و چیزهای قشنگ که بردش تصویر بارم، و بعد اگر کدوم میله یا کدوم جاهای دیدنی قشنگ اگر بردشم پیدا کنم، بردشم یک تصویرهای قشنگ که خلاصه شما شاد بسازیم، خوش بسازیم و چیزی که خواسته باشیم بردشم برآورده بکنیم. تشکر دوستای عزیز، شاد، پیروز، موفق باشین تا دیداری بعد.